انسان موجودی که همواره در تلاش وجودات زنده دیگری رو توی کیهان پیدا کنه. اما خب مهمترین مشکل اینجاست که انسان همونقدر که کیهان رو میشناسه زمین خودش هم میشناسه. یکی از عجیب ترین راست‌ها توی اقیانوس‌هاست، عمق‌های زیاد و البته ناشناخته. امروز اومدیم تا چند تا از عجایب فوق‌العاده عجیبی که توی اعماق دریا کشف شده توسط انسان رو بهتون بگیم و معرفی کنیم. شماره 1، شهر دوارکای هند. طبق افسانه‌های عامیانه دوارکا زادگاه لرد کریشنا هست، مکانی که بیشتر تصور میشد تنها یک افسانه میان افراد محلی است. زمانی که ویرانه‌های این شهر در عمق 131 فوتی زیر اقیانوس کشف شدند، صحت وجود این شهر و گذشته‌های دور تایید شد. ویرانه‌های این شهر زیر سطح دوارکای امروزی پیدا شدند. پیچیدگی‌ها و زیبایی‌های این شهر حتی کارشناسان متخصص را نیز گیج و مبهوت کرده است. شهر پورت رویال، جامائیکا. گفته شده پورت رویال شهری باستانی بود که در قرن 17 از 4 قلعه و 200,000 ساختمان تشکیل میشد. البته قانونی برای فعالیت دزدان دریایی به حساب می آمد. دزدان دریایی مشهور اغلب پورت رویال را پایگاه خود برای حمله به کشتی‌های حامل گنج می‌کردند. این شهر تا سال 1692 روی سطح زمین قرار داشت تا اینکه یک زلزله آن را به زیر دریای کارائیب کشاند. شماره 3، اهرام یوناگونی جیما، ژاپن. این اهرام که در زیر آب قرار دارد از آثار عجیب در اقیانوس و مملو از رمز و راز هستند. کارشناسان در مورد اینکه آیا این اهرام ساخته دست بشر هستند یا بر اثر یک پدیده طبیعی به وجود آمدند با هم اختلاف نظر دارند. آنهایی که به اولین نظریه اعتقاد دارند میگویند که این سازه در آخرین عصر یخبندان حدود 10,000 سال قبل از میلاد ساخته شده‌اند. این اهرام بسیار شبیه به اهرام مکزیک و آمریکای مرکزی هستند. شماره 4، شهر شیر، چین. شهر شیر چین یکی از متفاوت‌ترین شهرهای گمشده زیر آب محسوب می‌شود. یکم سخت شهر شیر چین، ولی خب مجبوریم بگیم. و بیش از 1400 سال قدمت دارد. این شهر عظیم مساحت 62 زمین فوتبال را در بر می‌گیرد و نزدیک به دریاچه کیاندائو قرار دارد. دریاچه کیاندائو به عنوان دریاچه هزار جزیره نیز شناخته می‌شود. نام این دریاچه از این واقعیت گرفته شده است که بیش از 1000 جزیره در آن وجود دارد. اعتقاد بر این است که شهر شیر هنگام سلسله تانگ در سال 621 پس از میلاد ساخته شده است. این شهر مدت زیادی زیر دریاچه قرار داشت و کسی از وجود آن باخبر نبود تا اینکه اکتشافش در سال 2001 آغاز شد. غواصان دریافتند که شهر شیر تا حد زیادی دست نخورده است و بسیاری از ساختارها، کنده‌کاری‌ها، شیرهای نگهبان و طاق‌ها هنوز به شکل اولیه وجود دارند. در ژانویه سال 2011 این شهر به عنوان آثار تاریخی تحت حفاظت استان ژجیانگ معرفی شد. ویلا آبکوین، آرژانتین. در حالی که تمام شهرهای زیر آب که تاکنون به آن پرداختیم شهرهای باستانی بودند، این شهر یکی از جدیدترین تمدن‌های زیر آب رفته است. جامعه‌ای پررونق که در دهه 1970 که حدود 5000 ساکن و 300 کسب و کار داشت، اما در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در زیر آب‌های دریاچه لاگو اپیکان، اگه درست تلفظش کنم، غرق شد. در سال 2009 مقداری از آب فروکش کرد و منظره محدود به شهر ارواح را به نمایش گذاشت. مارماهی گلپر. یکی از چیزهای عجیب کف اقیانوس ماهی گلپر است. چشمگیرترین عضو بدن مارماهی گلپر دهان بزرگش است که میتواند آنقدر آن را باز کند تا طعمه بزرگتر از خودش را ببلد. مارماهی گلپر ژرفای اقیانوس زندگی میکند و هنوز نکات فراوانی هست که محققان درباره این موجود نمیدانند. میتوانید این موجود دریایی جالب را در اقیانوس‌های گرمسیر و معتدل جهان یابید. گنجینه 17 میلیارد دلاری. سال 1708 یک کشتی گالون اسپانیایی به نام سان خوزه گرفتار آتش و غرق شد و 17 میلیارد دلار گنجینه آن به دل اقیانوس رفت. دولت کلمبیا در سال 2015 اعلام کرد که بقای آن را یافته است. البته بر سر اینکه دقیقاً چه کسی مالکیت گنجینه سان خوزه حق دارد اختلافات سنگینی است. گمان می‌رود این کشتی با حدود 600 سرنشین حداقل 200 تن گنج شامل سکه‌های طلا، سکه‌های نقره و زمرد را حمل می‌کرد که به قیمت امروز تا 17 میلیارد دلار ارزش دارد. و آخر ماهی نیشدندان. این موجود دریایی ترسناک از معدود موجودات دریایی است که در ژرف‌ترین بخش‌های اقیانوس کشف شده‌اند و از چیزهای عجیب کف اقیانوس به شمار می‌آیند. آشکار است که نامش را از روی دندان بزرگش برگزیده‌اند، دندانی که در مقایسه با جثه‌اش نسبت به دیگر انواع ماهی‌ها بسیار بزرگتر است. البته نیشدندان با همه ترسناک بودنش در بزرگترین حالات فقط 15 سانتیمتر طول دارد. این هم بود از پارت 1 عجیب ترین چیزهای موجود در دریا. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.